ویدیو براتون یه پنل آوردم مثلا ایزی خفن مدمنو عالی. نه بند داره نه بلک لیست، از همین الان گفته باشم هیچ چیز خاصی نداره. یعنی مثلا نه بند میشید یا مثلا وایستون بره تو بنی و این چیزا اصلا نداره، ولی براتون یه آپشن های خیلی فولی داره. یعنی بهترین مدمنو رو دارین. حالا ما میایم یه طرف بزنیم نشونتون بدیم، میزنید روش ببین با چه صفحه نشون میده. یعنی اولین صفحه که براتون باز میشه همچین صفحه و همینجوری که دارید مشاهده میکنین بله برزیلی هنو و بچه ها کلن که میبینید خیلی خفنه و بعد میاید این بخش هر چیزی که هست آن میکنید. مثلا اینو باید کوچولو کنید به رنگش و اینو از دست نزنید، ترجیح میدم. خب اینم روشن میکنید قشنگ ببینید کلی چیز میز داره که باید اینا رو قشنگ اوکی کنید. مثلا بعد اینجا همچین AI هم داره عشقی، همه ایگانا رو قشنگ خودش ایزی براتون AI میکنه. بعد اینجا بیاید بخش با همچین صفحه ای مواجه میشین که اینا رو فعال میکنی بچه. اینا میذارید روی آخرش همه رو دیگه کلی. وقتی که همه رو فعال کنید اینجوری بشه. بعد آخرش میزنید روی این گزینه. تمام، الان ایزی فعال شده. حالا همینجوری که مشاهده میکنیم گوشه صفحتون یه قفلی هست که مثلا من الان میذارم بنفش این رنگی میشه. باید شما اینو قفلش کنید که مثلا ایمش قشنگ ایزی بره، ایزی اوکیشه. حالا بچه همینجوری که میبینید الان یه کوچولو گیر داره، ولی اگه شما مثلا عادت کنید مثلا یه هد ایزی بهتون میده. یه کوچولو باید باش تمرین کنید که قشنگ قلق پنله بیاد دستتون. بچه همینجور که میدونین داخل همه جا کامنت ها همه جا لینک چنل تلگرام رو میذاریم، اونجا میتونید برید تهیه‌اش کنید. کلی ایزیه. یه ویدیو تستش هم میگیریم داخل اون بود. مثلا این ایمش مستقیم رو هده، شما فقط کافیه یه اینجوری تمام تا صبح همینجوری بزن. این یه کوچولو به این صورت تمام. یه کوچولو هم گیر داره ولی با SMG اینا خیلی خوب میخوره. میتونید قشنگ ایزی بگیرید همه ادا رو بزنید. حالا زیاد تستشون مثلا اینجا هم ترینینگ که فقط بهتون نشون بدم مدمناشو، چون که اگه بریم بخواد اون ورد تا بخوایم همه چیزا رو فعال کنیم و این چیزا طول میکشه. همین یه دست ترینینگ استارت میکنیم قشنگ ببینید چه جوریه، اصلا عشقشو ببریم. یادت نره گاندگیری. حتی اصلا ایزیه، نه بند داره نه بلک لیست، هیچ چیزه مثلا طوره مثلا بخواد بندتون کنه اون چیزا هیچ چی وجود نداره. قشنگ میزنی عشقش هم میکنی. همینی حدود دیدی من میدم چرا نم. من بچه مثلا خودی روی بدن زیاد نمیره، مثلا خودی رو کله میره. بچه من ویدیو پنل این چیزا زیاد میذارم براتون که تو که داخل این دور زمان معمولا همه پنل چی تو این چیزا و من به صورت بدون بنش این چیزو میذارم قشنگ استفاده کنی. تا میبینی بچه کلن رو سرشه. نزدیکشم میترسم هشتی رو خالی کنم رو این خالی میکنم هر حال. بچه بخوام کلی بگم بچه این بهترین، یعنی ببین
مود منو خیلی خفنی داره، نه برنامه داره نه بلک لیست. برای تاییدش هم میتونید، نمیدونم قبل گفتم یا نه، برای تاییدش هم میتونید برید داخل چنل تلگراممون که همه جا من میذارمش، میتونید از اونجا راحت و ایزی برید تاییدش کنید و عشقشو کنید. یه روی کوچولو بهتون سر بده خورده، یعنی اینقدر خفنه. قشنگ ایزی میتونید استفاده کنید، حالشو ببرید. یه حمایت کوچولو هم کنید که هم پر انرژی تر با ویدیوهای بهتری وارد شم. یا حضون چند تا اینو بلشون تا صبح فشار میده بچه. حالا وقتی که شما میدید من الان داره رد میده، یه کوچولو پایین تر بده، یعنی بیشتر از نکشید بالا، یه کوچولو پایین تر. ایوه مثلا آدم میترسه اینقدر خالی میکنه. شت کلا ایزی میخوره. حالا منم یه کوچولو خطگیری کردیم، یه کوچولو که نه خطگیری کردیم. کلا کاراکترم زیادی اوکی نیست بچه. کلا میبینید اصلا ایزی میخوره هر گانی که بخواید. حالا سنس هم مال شاتگان نیست و ولی این پنل خودش مثلا سنستون هم مثلا یه روز مثلا سنستون مال یه گانی نبود، این پنل خودش تغییر میده، یعنی حتی سنس هم تغییر میده براتون. ایزی میدونم 2 تیر میزنه. دیدی میدونستم. اگه دایره شون هم مزاحمتون میتونین از یه رنگ دیگهش مثل توسی و اینا استفاده کنین که یعنی تو چش نباشه زیاد. مثلا ببین رم نمیکنه. یا حسین 10 تا دیگه بیشتر میزدی. با این گان تست نکردیم فکر کنم. آره یه بود پاکرم اینو بگم قشنگ از هر گانی استفاده کرده بشه. ایزی میشیم وسط باید داره بیاد بزن. یا حسین عجیبه دنسم میره. تنها باسی 10 بار بمیری. میبینیش خطی رو بچه. اینم کلی بود ویدیوش، نه رمزی داره فعلا، نه رمزه میذارم، ولی اگه ببینم ویو کم میگیره و این چیزا اصلا اهمیت نمیدید یه رمزی هم میذارم دیگه از این به بعد واسه پنلا. پس دیگه خودتونی و خداتون و فری فایرتون موفق باشین و هر جایی که برید همونجوری که گفتم میتونید لینک چند تلگرامی رو بردارید و کلا ایزی عشق کنید. تا ویدیو بعدی خداحافظ.